ای برده کوش رگو میزنی ای برده ترقش خیلی داره چه پوچول بیدستیم و اش این شما مایه مینه این بای همه بلندتر بیزیبتر اش فقط یک راه داریم که همین قرای سرکرگیره میخوام بمون عبرت نوایی بر این شوخ سر کنم این همین راه باید که با خم باید اونم تگرم اینه این برمولش که دی باید که باید میده را بخوام بمون با عبرت نوایی بار سر کنم اینه برادرها این همین شانسی آخرانی من سر کردم خمیم به همجای خم بیشم اگر که ترق رفته میگذرم به او بره اینه پمیش اینه نگه کنی اینه نمی خشکی سر اینه نمی شوخ سر میگره اینه نگه کنی رفتیم اینه تو اینه می شوخه نه می شوخه اینه تو اینه می شوخه اینه همقدر مسافه پمی داره در همقدر مسافه باید که بگذرم اگر ترق رفته اینه نگه کنی در مینش یک حوده که کبوت نیله اگر بتونم میرم پیش این تلفن هم خواهد پیش میاره یک نشکی شرگواد هم روی زوبچه و شرگواد یه کنده شد اینش برای شما یهش برای مردم قجاوه است دیگلا خوی قجاوه است نقچی را تماشا کنی و بوچهش اینه که اومنده تا و بوچه نگه کنی نقچیر و بوچهش نقچیر و بوچهش نقچیرا و بوچهش نه که اومنه تو بین یک کمونی نیست که اینا را بزنی تماشا کره ایستایی میجورن در روی سنگ سیان نمیبینی و قرار بیست یک برا کنم من بجا برم چریز بینا کلشم بدازم یک دوربین دارم یکی دتا و بوچهش خواب بود من نگه کنه جورا تماشا دوربین در کاب دازم که من تماشا کنم اینا رو من حاضرم به جنب مگه اینا منو میبینن دبز و یک بوچه این همه چی خیلی برای شما را نشوندم چریز بیناکلم توقری نگرفته ای سر در کامیرای تلفن تو بین اینه یک قطعی بوچهش خواه دیش تماشا کنی مردم شکارکی تماشا کنی راحت کنی ما که شکارکی نیستیم خداوند من پیش می بدرم نکنه که بشکارچی رو بزنش اینه بز قطعی بوچهش یک بزیگه اوز بینه این پس شیخ پری کاشی با گمش کردم دوری پر رفتم البته برای این همی سنگ اینه تماشا کنی
تماشا کنی راحت کنی بذاره. دوخ بر من خطی بچشی های من توری دوری رفتن و را میچخی میدوان در سرت بر دیمشن و تر شوخ بری و حضور خوب بری خنک کی هست لازراو کی انا برادرای یافتم جورا اونجایی که ای فکری من 80% مردم البته همینجا میگذشتن برای که یگان جای چیم چسبیگه نداره همه جای خان بینیامین دیشه یکی کار نالی ریسکوات کردن گذشتن شب برف هم رو چی است گرمش بسم الله نه در روی سفید لازر یکی بزیبیش همینه که یکم ترق بیار نیست ممکن تای برد باشه اگر که بگرد تا نمو زنبه مینش یعنی تو اینمی زنبه خیلی چیم چسب است میرم اوه نه اینجا شکف است گذشتی میخه یکی گم اینجا است جی سر میگرم اینجا کفو سوها جوی بی بعد میتوه من اگه بگذارم ممکن که بخوام برم نه که شاو میگره شاو گره توقع اینجا سرماد میزنه این بیام قرطی مینه که نشون دام ما بیام قرطی مینه را اومم اینجاش بزیبتر این همون حوض کبوت خیلی کبوتی هست که پلاست میکنه اوه بچه این بلندی برف تماشا کنی درین حوض تا اینجا ممکن 30-35 متره این خدا نشون داد این ترقایم برای این بولی توقعی های کبوتی آوا تماشا کنی
کبوتی آوا تماشا کنی مردم تشنه و راحت کنی. اینه با یک حو دیگه نه که شاید که بینش نزدیک ترک برم، برای که برف اینش کمتره بلندیش 15-25 متره. اگر که پیشش برم پیش این رفتن ابد نمیتونم. هم قرار بومایی اسکه اوه باچه نمیشه با پیش رفتن. پیش رفتنش یک کاو میخوریم، یکی نه تماشا کنید چه خیلی سسته برف میده باش کوچو. کوی خیلی شما یکم با میبینیم کبوتی پراوا ممکن به شما. اینه بچه ها دوام اون ویدیو پایم تلفن پرچی با سر گرفته ایستم. دوامش اینه کبوتی او و دوربین قطعی داختمش. اینه نگه کنی کبوتیش چی خیله. نکو به تقسیم شیدرم اینجا لازر قریب که البته تقسیم بچه همون دوری ما اینه اتای اون اورو با اینده اومگی اینش اینده به او سیل رفتن در کار او زمده یک حو دیگه نیاز بخیال مامینه سیمکا کنم بگردم. اینه حو دی سیم یکی هم بلندتر یا پسنی تره نمیرم نزدیک. اینش نیم تری کبود کتن یکینش دروز ذریعه تلفنم اشتیست از بطری راوز بگیرم. اینه حودی چورم. حودی چورم یکی رای ما رو سخت کرد. ما باید بار میگذشتیم رای ما اینجا سخت چی نمیگره دیگه اوزی روچی هست تازونی برفه میگوتی. حودی پنجم همی افتم حودی پنجمش مگک اینه حودی پنج مگک اینیکی ممکن که تو این خواهم بمون یکی هم برفش پر بلنده. خب خواهم ببینیم این یخه همین نه یخ نیست او چقدر او بیده است و چقدر نه چه ها میزنیم ایره یک جایی میشه که میخوریم ما وایمیم که به لوش نمیگیره رفتم. نزدیکی به گذشتن سفید لغزر سنی وقتی ها بچه ها اون 150 متر یا منتر است. نزدیک ما ایستاییم کی بگذرم کفی نو نگه کنی بچه ها چی کفی هست نو کفی توزه چقدر
بچه ها نزدیکی 20 متر یکی در تریتور وخیا. تماشا کنی اینه بچه های جون در تریتور وخیا سویدلازو را گذشتم. ولی اون سر گذشتم، این سر ابرد نرفتن. اینه بین نمیبینیم و کوم هم و چیم هم کتایی هست که سرشون سر شگون میکنی. اینه تماشا کنی طرفی وخی و سیام که دارم. سلام علیکم برادران. روز دیمی سیاحت ما در سر دره حوض. من سرشوی دره حوض پیش دیم دیولاخ شرگوات سر میگرست. این دیولاخ مدیخه. این حوض خیلی حوضی کبوت هست که شنواری کنی اگر کیف میکنی. این روز خطیم یک شریک دارم، مصطفی فیردوس. مردک چوپنای مولا شریکی کریسته است. این روز مصطفی این کتایی کشودی پامی دره حوض. از من باید هم خیلی برم و نمینده یا همین خریجی سفیدی دیگه ایسته باید که بین همین در بگذارم و تای همین عبر از سری دره غریبون باید ببرم. یک برگه هوا ده بارش میریم سیام که میکنیم. خیلی برمالوی که تا فلپی کدوری هستن که خمیره ایش تمام میگه.